زمان دارایی ارزشمند ما. برگزیده‌ای از نقطه نظرات مسعود جعفری از وبگاه www.fx6.com. قبل از شروع مبحث پیشنهاد می شود تا کلید عضویت و یا همان سابسکرایب را بزنید تا در صورت ارسال ویدیوهای جدید و یا آنالیز بازارهای تجاری به موقع از آن مطلع شوید. با توجه به اهمیت و ارزش وقت در زندگی، سبک تحلیلی که در حال حاضر معرفی می شود برایم جذاب بوده است. اگر به صورت دقیق تری به این موضوع نگاه کنیم، می توانیم ببینیم که زمان یک دارایی است که قابل تکرار نیست. بنابراین اگر از آن بهینه استفاده نکنیم، به تدریج از ثروت خود محروم خواهیم شد. متوجه شدم که بسیاری از معامله‌گران و یا تریدرها وقت زیادی را صرف نشستن پشت کامپیوتر یا رصد بازار می کنند، به این امید که یک فرصت مناسب برای بهره برداری و یا اصطلاحاً شکار پیدا کنند. اما نتیجه این رفتار خستگی، کاهش دقت و گاهی حتی آشفتگی ذهنی و عملی. با توجه به دانسته‌هایم که عمدتاً ترکیبی از علم مهندسی، اقتصاد و تحقیقات در حوزه عملی است، تصمیم گرفتم بر مبنای تجربیاتم بهترین زمانها و قیمتهای بازار را برای بهره برداری بهتر تشخیص دهم و در اینجا بود که نقشه راه بازار یا همان MJ Map متولد شد. از طریق روش ارائه شده قادر بودم به جای صرف زمان طولانی در پشت مانیتور کامپیوتر با بهره‌گیری از آنالیزهای مناسب با دقت به زمان وقوع رویدادهای بازار مانند شروع روند صعودی و یا نزولی بازار و همچنین دوره‌های فعالیت آن پی ببرم. این روش به من اجازه داد تا با مراجعه به صحنه معاملات در مدت زمان کوتاهی تصمیمات تجاریم را اتخاذ کنم. اعتقاد شخصی من همیشه این بوده که باید ساده سازی را در کنار لذت بردن از کار سرلوحه زندگیمان قرار دهیم، زیرا به صورت طبیعی در زندگی با مشکلات و نگرانی‌های زیادی روبرو هستیم که ذهن ما را درگیر استرس و ترس می‌کند و از لذت بردن از روند بقای اطرافمان باز می‌دارد. از سوی دیگر می‌دانیم که گسترش دید و داشتن اطلاعات کافی بهترین راه حل جهت دور کردن ترس و استرس از ذهن است. برای این منظور سعی شد تا تحلیل‌ها به صورت جذاب و خلاقانه به نحوی که خصوصیات زیر را داشته باشند طراحی شوند. 1. از روش‌های گرافیکی استفاده شده است تا ارتباط سریعی با مخاطبین برقرار کند. 2. زمان وقوع رویدادها را از روزها و یا هفته‌های قبل اعلام کند تا بتوان از زمان موجود به بهترین نحو استفاده کرد. 3. به صورت یک نقشه راه طراحی شود تا به ما دید وسیع‌تری درباره رفتارهای احتمالی بازار دهد. این اقدام باعث کاهش استرس‌های احتمالی شده و ما را برای واکنش‌های مناسب آماده نگه می‌دارد. 4. مکملی در جهت لذت بردن از کار و فعالیت باشد، زیرا بیشترین زمان مفید ما در انجام کارها صرف می شود و آنانی که از کار خود لذت می برند نتیجه مثبت بیشتری خواهند داشت. 5. با گسترش دیدگاه در بازارهای متلاطم موجود، امنیت خاطر بالاتری را فراهم کند. در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است و آن این که با MJ Map و یا به اختصار J Map قادر به مشاهده مسیر و حرکات احتمالی بازار خواهید بود، ولی همیشه با ترکیب آن با تجربیات و تصمیمات درست شخصیتان می توانید به بهترین نتیجه مطلوب برسید. با تشکر و سپاس از وقت ارزشمندی که در اختیار من قرار دارید. ارادتمند مسعود جعفری.